بازگوید که نپراند پوشایمانم. سردارم هنوز دیروز راضی بود که او را کشم. سرکمیسر التماس از برای خدا. کسی نداند فکر میکند که تو اینقدر خدا ترس و خداجویی. چرا پیشتر خدا نمیگفتی ها؟ چرا اینقدر خدا میگویی؟ اکنون خدا به یادت رسید. گپ زن نامرد. با چشمانم نگاه کن. با چشمانم نگاه کن خیری. با چشمانم نگاه کن. با تشکیلات خیانت کردی. با همکارانیز خیانت کردی. با همه این جواب میدهی. همه این یک طرف. سردارم گوش کنید. چیم؟ از دست تو 3 کس شهید شد. جواب آنها را کی میدهد؟ آخر آنها همکارانمان دوستانمان بودند. من رو مجبور کردن سردارم میکشم گفتن. خیری نخود آدم تا این درجه پست فراید. این مراتب خانه رو ترک کرد یک رو. آسی نمیفهمم که به طرفی کی رفته است. آقای فروخ این دختر رو تنها شما علاجش رو میابید. من صبر کردن نمیتوانم کبوتر. دویم مراتب با ملکه چنین نازکانه رفتار نمی کنم. نصیحتش کن. یک امتیاز دیگر میدهم. بیا. جناب آقای هلدون، آقای کمال و فیفی خانم آمدند. بخیر است؟ یگان حادثه ناروشن شده است؟ دعوت کن. بفرمایید. شنید. بخیر است؟ چی به دهانتان آب گرفته اید؟ آب میگویی؟ زهر را فرو برده. برای چی؟ نوهنگوشت ما رو دعوت کرده است تاجیلن. از من بخبر؟ انیق چیزی نگفت، اما فکر میکنم مسئله دواش است. خب مادامی که راهبر دعوت کرده است نارفته نمی شود. بیاید رفتیم. سردارم این رزیل هیچگاه آدم نمی شود. این افلاس را همینجا پرانده جسدش را پیش سگان پرتایم. سردارم من هم فکرم. من فکر دیگری دارم. حاضر ما با واسطه او راه مغاک اژدها را خواهیم یافت. من به این 100% کفیلم. سردارم به زبان فهما سخن گویید. خیری میدونی که از قفای تو شخصانی زیاده به ما نظارت دارند. من نگاه فاروق را از پس پنجره میبینم. سردارم از برای خدا این طور نکنید. التماس به من دلیل و محکمه نگویید. فاروق را هم دستگیر میکنیم. اجازه دهید همینجا پرانمش. نه، کار با فاروق تمام نمیشود. تیر از کمانجه است. تا آن وقتی که این اژدها زنده است از دنبالش میشویم. اگر به گفته تو کنیم فاروق راهش را دیگر خواهد کرد. جورا جان سردار راست میگوید. فاروق هم یک قسم همین دست است. باید کلا این دست را از کتف جدا کرد. خدایا توبه کردم. به چنین رزیلان امکان زندگی کردن میدهید و آنها به سرمان بلا میشوند. اینها حق زندگی کردن را ندارند. اجازه دهید به جهنم فرستمش. یکی تو از که اینجانی وظیفه جلاده را به خود گرفته ای. این نامعقولی را یک طرف مان. حاضر این بی‌حیا را گرفته به شوبه برید. خیز از جایت خیز. خیری کرتاغلو، ای به شرفی خائن دروی باز، آخر دستگیر شدی. تو دیگر با تمام عیب ها اکنون محکوم شده ای. آیسا ممدو آیسا. دستهایت نازک بوده است. درد میکند یا نمیکند این دستمانه رو میبندم. حق خواندن، حق گفتن و حق ادوکات گرفتن رو داری. حق دانخوری هم داری. اما جورا جان نغز کک تو را خورانده است. نیازی شویگید را گرفته بر. کسی نفهمیده به نظارت خانه جا کن. با بچه ها بگو به دهانشو نگاه کنم. مرا فهمیدی؟ سردارم از این اسلوب باید حتما استفاده کنیم. خیری مرا روبرویش دیدم برابر قریب بود که زبانش را فرو برد. این گونه حالت ها را من دوست می‌دارم. یگید ما از روی قاعده کار کردیم. عاقبت کار کسی ضرر ندید. حتی جنایت نوبتی را پیشگیری کردیم. خیلی نازکانه رفتار کردیم. حتی جوابگاریش را هم به ذمه گرفتیم.
بیا سرکمیسر گید. این کارو بهترش پروکورور سوها بیند وگرنه کار چیگیل میشود. حوالت به خدا. نردین رو راه گرد احمق. جناب ما را دعوت کردید؟ یک چند روز است که همه خرسندی میکنن. روزنامه ها، تلویزیون. سردار مسئله دواس رو میفرمایید؟ افسوس که همین. ما شب و روز نقشه تبادلات رو میکشیم. آنها یک بار قهرمان میشوند. این ملت به آنها احترام زیاد میکند. ما وقت زیاد نداریم که انتظار شویم. همه امتیازها را استفاده کرده سمت کار را تغییر میدهیم. این کار پیش از انتخابات باید دیده شود. چه خیل؟ تا انتخابات وقت زیاد هم نمانده است. سردار شما نقشه ای دارید؟ فرخ من همه وقت یک تانه یک چند نقشه دارم. تو این را میدانی؟ فکر میکنم که همه قوتان را استفاده میبرید. همه قوام را نه، لیکن بعضی کارها مثل شахمات بازی است. راه را اگر دانی با یک حرکت بازی را میبری. فکر میکنم این زمان فرصت برای حمله فراهم آمده است. از دست دادن فرصت را هرگز دوست نمیدارم. راست میگوید سردار. این آدمان با عقلهای کوتاهشان برای گرفتن حکومت سر میبردارند. باز خودشان را عاقل میدانند. انا همینش بی آدابی. ما آنها را باید به جایشان شنانیم. لگن برداری را یک طرف مان. اما سخنی درست گفتی. اینها دولت را مال خود میپندارند کبوتر. اگر دولت از تو باشد سندش را نشان ده. هادون تو خزینت را تگرو کن و سخنرانی سروزیر را دسترس نما. کار کن که نسبت یهودی ها دشمنی آرد. خب سردار، همین که یافتیم تکمچه را زیر میکنیم. یافتیم نه میابید و اجرا میکنید. آدمی بسیار داری به همهشان با معاش تامینند. سردار در اول چی کار رو باید انجام دهیم؟ اول کاری او را آموزید. میدانید که او یهودی است و هم صاحب بانک. شما هم امکانیت ها را استفاده برید. حیات کاری میگیریم پرداخت میکنیم. حقش چی کی باشد میدهیم. داد و گرفتتان را خوب میدانم. این کار را یک طرف گذارو. مهمش آن است که این آدم یهود است. ای بیشرف جزویت رو میبینی؟ خاین آوردن ببین خاین آوردن ببین خاین آوردن. آرام شد بچه ها آرام شد. آرام باشید آرام باشید بچه ها. خدا صدا بچه ها بر تو این رو بقیدون رسولاندن پای بیاساز وارد راست اینجا. آرام باشید بچه ها. همه از سخت بیکاری خودش. این کار به ما نمیزه. اطاعت سردار اطاعت. ما با آن یهودی صاحب بانک چیکار کنیم؟ فیفی تو هم در کن که سمت شمال رو میبریم. این آدم رو ما میکشیم لیکن جوابش رو کی میدهد؟ آنی که وظیفه سروزیری دارد. دیگر این کار راه خاتمه ندارد. همین خیل محو میگردند. باز بسیاری ها قرض گرفتند. برای پرداخت دشواری میکشند. آنها هم براحت میشوند. بسیار فکر قابل قبول. یعنی با یک تیر دو نشان. یعنی در کشتنی ما آخر. بله فرخ.
قدم دویمی کار از عمل تو هم علاقمندی دارد یک بار از قرض خلاص میشوی بعد نوبت هلدون میشود چنان شرح میدهد که سرعت دشمنی دوچند میگردد دوستانی بازینگر بزرگ بین المللی برای برآوردن کیفیت این عمل در پل باغل مینوشی خواهند کرد. حاضر در روزنامه ها میبینید واقعه های 6 و 7 سپتامبر جان گرفت. ترکیه 50 سال عقب ماند. آوازه ها زیاد. در این موضوع همکارانم همتا ندارند. آره مثل همان آن زمان سروزیر را به گوشه شنانده بودیم بسیار فهماندیم خلق باور کرد بعد ما رو هیچ دانست در این کار تجربه داریم اما این دهشتی بزرگ ایجاد میکند اگر دوستان بزرگ بین المللی مقابل کشتار تاجر یهودی گردند چی؟ زیرا این شخص مبلغ کلان را در گردش در آورده است مبلغ آنها هم در دستش موجود است دوستان بزرگ بین المللی از این نقشه حتی خبری ندارند دیگر حاجتی گپ نیست این مسئله ملی شده است آنها دخالت نمی کنند شخص میرنده هم یک تاجری یهود است اگر این را فهمند خود را به نادانی میزنند با ما چی؟ ما دیگرش را آنها فکر کنند این آدم فقط در همین دولت مانده است دیگر جای نرفته است هاش می شود این آدم نفر است برای مسلمانانی که در شرق میانه زندگی میکنند کمک طلب میکند میگوید که عثمانی ها با یهودی ها دوستی داشتند برای این راهبی به او مناسبتی منفی دارد فرخ تو در این کار چی میگویی؟ نمیدونم که همه این ماده ترکنده را در هوا کفانم یا اینکه در میان مردم چه خیل که میخواهی همان خیل کن لیکن جای انتخاب کن که ثبت کرده شود آلدون تو هم آماده باش و نواری بهترینی به تمام دنیا پیشکش کن جورا جان خدا مددگارت خدا را شکر گذر خیره به من نگاه کن دیدی یکی می آید و دیگری می رود دنیا چنین است تو دعای جان سردارم رو کن وگرنه کیها در آتش جهنم سوخته خاکستر می شدی احوال این رو ببین احوالش بعد جانش می برآمدگی برین حالش گذارد باقی کار پروکورور سردار اجازت دید پیشنهادی دارم اگر شما راضی باشید این کار را من به اتمام رسانم چی شد کلش؟ دین از توخ برآمدی و ناراضگی بیان میکنی در اصل اینجا مسئله نیست که نرسان دخالت کنند تو استراحت کن کاردار نشم ما گپ زند سردار این کار را به من سپرده بودید اگر اجازت دید من خودم به اتمام میرسانم بله کلش من مطمئنم که تو از عهده این کار میبرایی اما فرخ خواهد خودش انجام میدهد خواهد به تو میدهد این کاری اوست سردار من از شما کارهای پرمسئولیت را میخواستم مجلس تمام شد و شما جواب مایلش دخترم اگر زنگ زنن میگویی که من به پرسش خیری به شعبه رفتم لبای سلام آقای سوها سلام التماس کامپیوتر را گشوده پرونده روان شده رو بینید گفتم را کنید پلیس را با من گذارید کارهای آن را من خودم حل میکنم مهم آن است که بندهای شهرنامه را پیشکش کنید شما کی هستید؟ و مثل این در دست من پرونده های زیاد است دائم انتظار آزاد شدن را دارم البته همش از شما وابسته است من محو میگردم زحمتی چند ساله آبرو همه از بین میرود
خوش آمدید آقای مدیر. خوش باشید. خوش آمدید مدیرم. نجیب آنچه شنیدم درست است؟ این گپ از کجا پیدا شد؟ بله محترم مدیر. خیری همه چیز را اعتراف کرد. او چند مدت است که به شخصان غرضناک خبرکشی میکرده است. خوش آمدید آقای پروکورور. سلامت باشید. آقای مدیر، در این پرسش یک معمایی موجود است. این دلیل ها چگونه جمع آوری شد؟ از که اجازت گرفتن؟ فکر نمی کنم که در چارچوبه قانون باشد. آقای پروکورور، هرچی به دست آمده است از دلیل بالاست، یعنی اعتراف است، هم ثبت آواز و هم شاهدها. آقای پروکورور، گناه ثابت شده است. یعنی مدیرم همه چیز روشن است. با اجازت شما فاروق را هم دستگیر میکنیم. بله سردار، با اجازت شما رفت فاروق رو میارم. با شما هم فکرم. سرکمیسر، شما را در بیرون خانم انتظار است. خدایا توبه، کی بود است این خانم؟ با اجازت شما مدیرم. خدایا کی باشد؟ بخیر است؟ فکر کردم که تو به امریکا برگشته ای. اگر می رفتی درست بود. با یگون جا نمی روم. به خاطر تو اینجا آمدم. من شاهدم. به جایش آمدی، اما نو وقت آمدی. کار را به تو هم حل کردیم. به تو احتیاجی نداریم. چی خیل؟ همین خیل. در ما خیری نام مشبچه هست. اعتراف کرد که سلاح‌ها را در حوله من فروخ پنهان کرده است. تمام و سلام. فروخ؟ ها بله. فروخی خوش دارد. تو این را از کجا میدونی؟ خبری شام زود پهن می شود. کیلش میبینم که حدت را نمیشناسه. کدام حد را میگویی آقای فروخ؟ حدم چنان تنگ شده است که به زور نفس میکشم، هوا نمیرسد. کار هر روز نیست خیرمن کوفتن. کسی که با ما زور نشان میدهد ما شاخش را میشکنیم. ما از آن شاخ جام میسازیم. عجیب، خبر خیلی زود پهن می شده است، اما خبری دروغ. کدامش دروغ؟ دختری کبوتر بودند؟ و یا دوست داشته فروخی رزی؟ من دوست داشته او نیستم. به هیچ گاه نخواهم شد. پدر اون رو انتخاب نمی کنن. اگر امکان انتخاب می داشتم از نولوژی پدرم رو انتخاب می کردم. می فهمی؟ به این باوری دارم. مرا حبس می کنن تو زود گم می شوی. آخر نفهمیدم من که آزاد می شوم تو در حال پیدا می شوی. با من گوش کن یگید. اگر خواهی که تو را کسی گوش کند نزد روانشناس رو. من تو را زیاد گوش کردم. آخر این حقی است. حقیقت همین است که میبینی. دنیا همین است، عادت میکنی. شناسایی من زیبا سر شد، همین طور انجام یافت. ها، ایستگاه تاکسی کمی دورتر. پگاه فاتح را هم از آن باغچه میگیرم. یگید کاری نو درست میکنی. التماس مرا 1 دقیقه گوش کن. التماس میکنم. آخر نمیدونی که بسرم چی بلاها آمده بود. مطمئنم که برابر نصف بلای بسری من آمده نیست. خدا حافظ. ملیکا بخیر است؟ در اینجا چیکار میکنی؟ چرا تابت خیره است؟ هیچ قبلی رفتنم لازم. با کجا؟ از خانه رفتم، مهمان خانه باید یابم. مهمان خانه؟ چه ها میگوی ملیکا؟ یگون واقع روی داد. همین طور بیا با من. خوب. جناب فروخ آرام شوید. التماس نپرونید. سلاحتون را گیرید. سلاحایتان را فرارید. مگر نمیشنوید؟
کلش بچه هایت را تربیت خوب نداده ای. همه اینها سگان کوچه بودند به مثل تو. من به شما پوست گرگ پوشاندم، اما حالا شما رفتار سگانه میکنید. سلاح را میگیرم و همه تیرش را در سرت خالی میکنم. سرت را بریده به مادرت روان میکنم. میکنم این کارا کلش. میتوانی. کلش حاضر چیکار میکنی؟ هرچی گفتم از گفتم پشیمانم آقای فرخ. خیلی خیلی پشیمانم. با عجلت بازی داره کلش. صبر کن. با اون وحشی چی کار دارم؟ باور میکنی با تبر به من حمله کرد. به زمین پدرم طرفی او را میگیرند. خدای اونها چه خیلی آدمند؟ بیماری روحی دارن مگر؟ ها یگیت چی گفت؟ گوش نکرد. حتی برایم نگاه نکرد. این یگیت هم یک دیوانه است. یک رب است. گاه به خود است گاه بی خود است. میدونی؟ دیگر در اون خانه نمیستم. باید مهمون خانه یابم. چی خیلی مهمون خانه ملیکا؟ دیگر این رو نشنوم. ما هستیم کو. چی؟ هرگز تو رو به مهمون خانه نمیمونم. به خانه ما میرویم. همراه ما میستی. خانه کلان است. میخونجیم. پروا نکن. این چی خیلی میشود؟ خوب میشود. از این پس ملیکای ما میشوی. اعتراض نمیخواهم. رفتیم. خوش آمدید محترم پروکورور. یگید نجیب سردار همینجاست. خوش باشید. نه محترم پروکورور، من کمکتان کنم. آید دستگیر کردن اجازه طلب کرده بودیم. گناهگار کجاست؟ گناهگار را آقای سوها پرسش دارند. بعد از این پرونده رو من تفتیش میکنم. از وزارت دستور داده شد. آقای سوها اول باید با مفتش صحبت کنه. مرحبا، به نزدشان میبرم. وقتی که فرخ سلاح را دور کرد تو در نزدش بودی؟ نه، بعد زنگ زده با من گفت. یعنی گفتنی هسته که ممکن او گور نکرده باشد. من با چشمم ندیدم. برای همین فرخ کرد گویم دروغ می شود. با اجازت شما محترم پروکورور. سلام آقای سوها. مجبورم پرونده را از دست شما بگیرم. امیدوارم که مرا خوب میفهمید. مطمئنم که تفتیش پرونده شما برایم تجربه خوبی خواهد شد. با دستور وزارت وظیفه دار شدم وگرنه چنین عاجلانه رفتار نمی کردم. آقای زکی احیا، دستور از کجا پیدا شد؟ با این پرونده از اول خودم سر و کار داشتم. جناب شما پیری ما هستید. چرا چنین شده باشد باور کنید نه خبر دارم و نه آوازه شنیدم. مفتش آقای داغن شما را عاجلا انتظار است. مفتش وزارت عدلیه داغن قمر. ممکن است با شما لاحیده صحبت کنم؟ میلش، با جان دلم بیا صحبت میکنیم. محترم پروکورور، این خائن خبرکش را با شما میسپارم. چرا یک بار چنین شد؟ این محترم یک شرمندگی است. خودتون بارها گفته بودید که به حکم بالا اعتراض نباید کرد. حالا وضعیت همین طور است. با اجازت شما. این یک غوغای حقوقی است. دخالت در پرسش است. آقای سوها شما در این کار راهبر هستید. التماس نسنجیده بها ندهیم. مرحمت به این طرف گذاریم. یک به یک باز هم اوضاع‌تر صحبت میکنیم. به من یک دقیقه اجازت دهید. یک تلفن میکنم و خلاص. میلش. همان راهیبی که دائما با بانکیر است دیده برایید. خانه و در و چیزی که دارد. وقتی آمد و رفت، طرفخانه، مرکزهای دلخوشی، یعنی همه چیز را فهمیده برایید. آقای فروخ همه اون چیزی در کاری را آماده کرده. چه گپ داری سوها؟ آقای فروخ زود آنجا را ترک کنید. حاضر پالیس ها می آیند. فکر میکنم که برای دستگیر کردن شما امر دادند. چه خیل شده است؟ پس تو چرا کاری نکردی؟ مرا نمیدونی ها؟ مرا از وظیفه گرفتند. و فکرم مرا هم میپوسند. و فهمیشی من عملیات کلانی میگذرد.
آدمانی مسئولی دولتی سر و کار دارند. خوب میشد اگر زودتر آنجا را ترک کنید. قبل از همه ادوکت هایتان کار بیبرند. زود همه را غون دارید. پلیس اینجا می آید. امریکا افتکاب در دست من. شما عملیات را سر کنید. من هم زود میرسم. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. خیره جانبان همیز که در آتاش نباشه. اوه برادر اوگای، این چی دیدار؟ در کدام کوه گرد مورده است؟ دیگر گرد نمانده است که بمیرن. حاضر آنها یا در مزارند یا در حبس. حبس ما را ناراحت نمی کند برادر. شما حبس میکنید ما میبراییم. خواهیم میداریم و خواهیم میبراییم. این کاری ما. این مراتب نغزکک جویت میکنیم و تنها با کفن میبراییم. دولت در گریبانت چنگ زده است. ای برادر اوگای، نمیدانی که دولت منم. دولت داری اما وطن نداری. خواطر مشو. تو را در حجره علاهیده میمانی. در آنجا دولت میشوی و یا قبیله این کاری تو. اشار را هم گیرید. شاید لازم شود. این قدر اشار زمین را میلرزاند. لرزاند به تو چی؟ با آن تاجر یک چند نفری دیگر هم میمیرند. جنگ جای اندیشه نیست. کمال عذاب را ما میکشیم و کیف سفر را باشد فروخ میکند. مانید کیف کند. نوبتی ما هم میرسد. آسیاب به نوبت است. افسوس که بی پول نمیشود. خدایا چرا فرخ جواب نمیدهد؟ کمال همه چیزی در کاری رو گرفتیم. ما آماده ایم. تا یافتن فرخ در دفتر کاریمان انتظار میشیم. اینجاها را به ترتیب بیارید. برادر اوگای، دستمانه طلایی را در دستم جا کردی. امری دستگیر کردن را نمیبینم. در زیرش امضای کی باشد؟ بگاه به سرش یگان حادثه آید به عیادتش رویم. تو رو باید ترمانو. فکر آن را کن که نزد کی می آید. ایگید آقای فرخ امر دستور را می پرسد. والله بر وقتر می آوردم اما عروسی آینده فرخ گپ را خیلی دراز کرد. من با فکر کردم که باید یکان گپی مهم دارد، اما او باشد با اصرار مرا با چای نوشی دعوت میکرد. جورا جان، دختر هم حق است. مدتی دراز تنها میماند. از حاضر به خودش دوست در نزد دختر خاموش. تو حقی گپ زدن نداری. بهترش دمت را گیر. فهمیدی؟ اکنون پیش درا. سردار باز دست خیلی ادامه می‌یابد. در این باره چی از دست می‌کنید؟ چنین معلومات‌هایی به دست آمده وابسته است جناب. آیا این گروهی متشکل است یا این شخص در علایندگی عمل می‌کند؟ این دستگیر کنی بیرون از قانون است. و سودی عالی مواجهت می‌کنیم. شد تمام. راه گرد.
راست ایستا. قیامت نمیبینی. اما کرسی را در سرت میده میکنم. الو فیفی، فاروق کجاست؟ 1 ساعت شد که جواب نمیدهد. در ماشین اسلحه زیاد سرگردانی. این دستگیر کنی بیرون از قانون است. با سودی عالی مراجعت میکنم. акай камол акнун маҳв гаштем. چقدر محو شدیم. کار را نه سر میکنیم. دوری ما آمد. ҳамон шаб полисҳоро ҳамин ба қатл расонидааст. хайрӣ ба мисли дарсад бо овози баланд бигӯ. оғои прокурор савол додааст. полисҳоро фарух карадах куштааст. бале. инро дар суд ҳам гуфта метавонӣ? бале. ту ба ин чӣ мегӯӣ? рафиқат мегӯяд ки ҷиноятро ту содир кардаӣ. این پلیس شما نسبت منی تاجری با ناموس قصد دارد. боқӣ мондаашро дар суд ба судя нақл мекунӣ. لیکن در بیخطری همین دوستتان خیری اندیشه دارم. میدانید که طرفدارانم زیاد است. تا پگاه به سرش بلا نآید. تو خیری را یک طرف مون. درد خودت را فکر کن. را گرد. اکنون دیده که در این مملکت نفران یافت میشوند که و هیچ چیز خریده نمیشوند. برای من انسان ها به 2 قسم جدا میشوند برادر. فروخته شده ها و گروه دیگر که حالا در بازار نرخ نگذاشتند. حیران نشدم. فسادی را پرسیدم دنیا را چخیل میشناسی؟ گفته است مثل خودم. و شکر که در این دولت نفران نافروخته حالا هم وجود دارند و یافت میشوند. سخن تمام شده باشد رو. صحبت را با ادوکت هم دوام میدی. این را در سرت خوب جا کن. چقدر که میخوای جنایت صادر بکن و سوی قصد بکن. نقشه تبادلات کشید هم ناحق دائما بر مغلوبیت محکوم است. کجا شدند؟ این در نقشه‌مان نبود. زود به نزد فرخ روید. پیامم را به او رسانید. زود باشید. فهمیدیم. بخیر است کمال. تو چرا آمدی؟ نمیخواستم شما را ناراحت کنم. میدونید فروخ را دستگیر کردند. هیچ گپ نه، آزاد میکنیم، میبراریم. پس مسئله قتل تاجری یهودی و جنایت راهب را به تأخیر اندازیم. خیلی تأخیر؟ آهن را در گرمیش میکوبند. میدان خودش گرم است. در این کار دیر نباید کرد. وقت را از دستم داده زود حل باید کرد. این طور باشد با اجازت جنابشان من این کار را حل میکنم. میلش، این کار از آنی توست. من شما را در خجالت نمیگذارم. تاریخ این را فراموش نمی کند. میبخشید و با شما کی در کار؟ پیش را هم را نگیرید.
تو یک ختم کرده دانشگاه هستی، اما افتت خیلی شاهانه. قیمت سر و لباست باشد برابر 2 معاش یک کارمند مأموری است. و فکرم تو از وظیفت خیلی خوب استفاده میبری. تو خودت را دان. خود را نشناختن بی‌ادبی است. یک طرفی است. ادب در زینه اول می ایستد. از پیش راهم دور شوید لطفاً. آقای مأمور. به من راه دید آقای مأمور. البته به ادبان گذارید. سرکمیسر نجیب سردار شما را در تالار انتظار است. فهمیدم. چی گپ باشد؟ بیا میرویم. مبارک شود جنابان آمدند. سلامی نو انگشتر آوردم. پروا نکن، علاجش را میابیم. البته میبرایم. فکرش را ندارم. یک کاری نوی گرفته بودم، آن را باید حل کنم. مسبی حل میشود، آسوده باش. حل میشود؟ چه خیل؟ نو انگشتر به کلیش سپارید. کلیش؟ زود به من قلم و کاغذ دهید. مرحمت آقای فرخ. این را به کبوتر دهید، میفهمد. برایید. چخیر همش همین؟ مسئله مرافعه چی می شود؟ بگاه مرافعه نمی شود. زود از اینجا نابود شوید. سردارم این عکس کیست؟ نمیدانم. به من دید؟ من این رو میشناسم سردارم. این یهودی صاحب بانک است. بانکیر؟ بله. شخصی مشهور می نماید. خدا توبه به این کار چی علاقه داشته باشد؟ سردارم اینها یگان نیتی بدی دارد. حاضر موضوع دیگر است. سخنرانی سروزیر اصول عمل ها در میان این کار نباید این مسئله خیزد. تا جایی که من خبر دارم این مرد به کارهای زیادی دست زده است. با او نظارت جدی باید کرد و دیگر خدمات هم خبر دید. ایتو از سردارم. سلام علیکم. سلام علیکم. این را فرخ به شما فرستاد. چی می نویسد؟ نوشته است که نفر همیشه خیری را باید زیارت کند. اگر گپ زند به سرش بلای زیاد می آید. آخر خیری در نظارت خانه است. البته آن هم به خود چاره دارد. کلیکسیز را زود یابید. تا دیدن. خوب بیاید رفتیم. خوش باش. سردارم چه خیلی روزی وزنین بوده؟ حالا کمی دیگر صبر کنید. از این پس همه روزتان چنین خواهد شد. مانده شوی را فراموش کنید. سردارم مگر خونتان جوش نمیزنند؟ خونتان خدایا این آدم را اصلاح کن. یکی تو سنگ صبر را هم پاره میکنی با این بیهوده گویه ها. شبتان بخیر. روید. شبتان بخیر سردارم. با پی هنر سلام گوید. خیر رفتیم میدید.
خیریت شما رو دیدم. خیریت چی شد؟ ممدوک چال داری؟ توبه باز ممدوک گفتی ها؟ تو چرا دختر رو رنجوندی؟ دلش رو شکستی؟ کدام دختر؟ ملیکا رو تمامی روز از دو چشمش اشک میریخت. با تو یاردم میکنم گفته با سرش بلا آورد. تو باشی حتی 2 دقیقه رو گوش کردن نتوانستی. دوستم بیا رفتیم. فکر کردم که یگان گپی مهم است. دختر بیانات ننویسد گفته فرخ رو دزدیده است. نخود. بعد چی؟ کمی زود با ماشین سوار شو. زودتر. ممدوک از پس ما. ممدوک این دختر چی بیام؟ فراز باشی. فرا اکا گفتم که هیچ کار نکردم. باز چی کار هم میکردی؟ همه تیرزه های دکان رو زده شکستی. از تو بوی شراب میآید. اگر گوگیر زنی در میگیرد. اکا مامور من یگان کار نکردم آخر. راه گرد. او چی گناه کرده است؟ کمیسر چنان نوشیده است که تمامی تیرزه های دکان رو شکسته است. البته میشناسد. او خودش را هم نمیشناسد. در پایش هم راست نمیستد. پس پنجره برید. راه گرد. خیری ببین با تو یک رفیق آوردیم. والله قبرانو میفهمد. احتیاط کن. آرام بشینی. فهمیدی؟ اکا من وطن ملتم رو دوست میدارم آخر. البته در اینجا هم همین گپ رو میگویم. اکا جو باور میکنی که با تو یاردم نکند گفته معتبر با او حمله کرده است. من خیلی سخنهای ناجا گفتم. راستی خجالت میکشم. بیش کن تو با این دختر چی کار کردی که یکیت میگوید دو چشمش میدرخشد؟ باز دیگر چی خبر است؟ رنا در حقیقت چشمانش میدرخشید. ای تو بالایه که یا مان از برای خدا. کافتا باز کی را یافته؟ یک سرود هست کو من مرد تنهای شبم مهر خموشه بر لبم. ای جانکم قربانت شبم. رانا ملیکه در کجاست؟ در خانه ما با کجا میرویم؟ با خانه ما پدرم نیستم به حضور میشینیم. اکا جان نزدیک بیا. دادر تنها تو نمیرسیدی. مرا به حالا میذار. کمک نزدیک بیا. تو چی میخوای از من؟ دیوانه چی؟ بیا اکا جان نزدیک بیا. چی میگویی؟ مختصر میگویم اگر فردا در سود نام فرخ را گیری جا با جا میموری. خودش چی گفت؟ تو کی هستی؟ خاموشیستی زنده میمونی وگرنه میمیری. اختیارات. شد فرخ نمیگویم لیکن چی گویم؟ نزدیکتر بیا. گپی مرا نغزکک فکر کن وگرنه در برآمدگاه سود پوف از خودت وابسته فکر کن. مرحمت بیایید. مرحمت درآید. رانا خوش آمدی. خوش باشی. نگاه کن که ها آمدند.
салом йигит. салом. охир марҳамат шинед. худатонро озод ҳис кунед. гузар ҷураҷон. марҳамат. ту не мемдук? ман не? чаро ман не будааст? ту бо ман биё. чаро меоям? монда шудам. каме ҳаминҷо шино. дар ошхона ба ман лозим мешавӣ, фаҳмидӣ? оф худоё, тавба, нахуд нафаҳмӣ, рафтем. ту чиро ба ошхона даъват кардӣ? инро дор. камтар бо ақл шав, мун онҳо танҳо соҳбат кунанд. ана гап дар куҷо? кӯдаким агар намефаҳмӣ, дар назди онҳо чӣ кор мекунӣ? ҳайронам. хомӯш, овозашон баромад. малика, маро бубахш. имрӯз ба ту носазо гуфтам. фаррухи лаънатӣ азиятат дод. охир чаро ба ман нагуфтӣ ки ту дар асорати ӯ ҳастӣ? кӯшиш кардам, аммо ту гӯш накардӣ. рост мегӯӣ. ман фикр кардам ки ту ба ҳама ҷиноятҳои ӯ шарик ҳастӣ. агар дар ҳар ду дунё бо ӯ танҳо монам ҳам ин кор намешавад. ман туро рӯзноманигори моҳир фикр мекардам. ту бошӣ дунболи ғайбат будаӣ? хомӯш гӯш кунем. кори ту ҳам маълум шуд чӣ гуна корманд ҳастӣ. амалиёти имрӯза нишон дод ки додгоҳи озоди давлат дар чӣ ҳолат қарор дорад. додгоҳ дар дасти шахсонест ки давлатро ба азри зулмоту истибдод ақиб мебаранд. ин ҳодиса барои мо даҳшат аст. оғои умур таник сардори платформаи ҳуқуқи замонавӣ дар хати алоқа аст. оғои умур, шумо оид ба ин мавзӯъ чӣ мегӯед? ин тӯҳмате ки дар ҳаққи тоҷирқонумуз Фаруқ қалахан кардан ақли касе намегирад. офарин ба ту. ҳаққи гапро гуфтӣ. наҷиб, ин ҳамон фаррухе нест ки туро рабуда буд? бале, афсӯс, худи худаш. ҳамин аст тоҷири беномус. дигар одам ёфт нашуд? оғой ҳалдун, ба суханронии сарвазир дар Давос чӣ гуна баҳо медиҳед? кори намешуданӣ. ба муқобили шарики стратегӣ чунин суханронӣ ва муқобилият нишондиҳӣ яке аз нишонаҳои табаддулоти миллӣ ба ҳисоб меравад. дада, ин одам чаро асабӣ аст? ҳазм кардан наметавонанд, бачам. одат карданд ки ҳамеша вақташон хуш бошад. дада, ман ин одамҳоро нафаҳмидам. ин одамҳо тарафдори киянд? аҷдоди мо доимо ва дар ҳама ҳолат худро дар назди мазлум хуб нишон додааст. ба муқобили беадолатӣ мушташро гиреҳ мекард. доимо ва дар ҳама шароит ҳақ ва ҳақиқатро ҷонибдорӣ мекард. инҷо бошад. ин фаҳмишро дар карда намехоҳанд ва мехоҳанд ки доимо барандаи кор бошанд. мо доимо эҳтироми эътиқодро ба ҷо меорем. мо ҳама вақт рост истоданро омӯхтем ки ин сифати мост ва бояд ин сифат монад. ҳалолаш бод. хуб суханронӣ кард, беҳуда нагуфтанд ки дар Давос зиндагӣ чунин аст. бетарҷума ҳам суханонаш фаҳмон. ҳисоби чунин баромадро гарон пардохт мекунем. дӯстонамон моро тарк мекунанд. дар ғарб танҳо мемонем. падари раъноро бубинед. қариб аст гирья кунад. бо ҳамин сину сол шарм намедорад магар? чаро чунин мегӯяд? охир ба ӯ намезебад. аз вай дилам монд. ин бародарамон чаро чунин мегӯяд? ҳама чиз ошкор аст. ин давлат аз кӯча ёфт нашудааст. бо ин якду моҷароҷӯ давлат сохта намешавад. ба онҳо бошад дар як лаҳза мефурӯшанд ин давлатро. муҳтарам сарвазир муқобили қатли кӯдакону занону бечорагон буд ва чӣ сабаб бошад ки гурӯҳе мехоҳанд онро ба омма нодуруст талқин кунанд? ман туро ранҷондам, маро бубахш. ҳеҷ гап не, ҳамаш гузашт. ҳатто фаромӯш кардам. охир имрӯз хеле азоб кашидаӣ. туро фаҳмида метавонам. хайр, оштӣ шудем? дӯстем. як лаҳза. чӣ шуд? биё. ба фикрам ошти шуданд. ягит бахшиш пурсид. ман бовар намекунам. ҷураҷони маро куши ҳам аз ин духтар бахшиш намепурсад. ой, ки гуфтааст? зан ҳам одам аст. мебинӣ чӣ хел ба пеши пояш меафтад. ай, худоё, доим дар ҳамин ҷо пешпо мехӯрам.
من هم پشپا خوردم. دوستم کوشش کن که دیگر پشپا نخوری. آخر جورا جان پشپا خوردم. پیشترا اکنون شرمنده نشده از جا برایم. زودتر. گلی که برایم گرفته بودی نگاهش می‌دارم. البته نگاه کن، من او را خیلی قیمت خریده بودم. چرا میگویی؟ یگید میگوید که شما با گلی از این هم زیباتر حق دارید. راست میگوید، من هم چنین گفتم. یعنی گفتن میخواستم. مایلش شبتان بخیر. شبتان بخیر. شب بخیر. میدونی ملیکه با ما شما بوی قلبی بریون میآید. والا که نمیدونم. از شما پرسیم چرا که دو چشمتون از میم دکنده نمیشود؟ خدای توبه، میدونی چه میگویی؟ نه نمیدونم. رفتیم. بیعقل خیری احمق. اکنون چیکار میکنم؟ بالا توف کنم مویله، پایان توف کنم ریش. چیکار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. مرحمت گرم کاغذ دکان. تشکر ممدوح، تشکر. یکی تو ما سردارم. امروز از من و شما پرهیجان‌تر است. بیا برایم. اوی با من نگاه کن. هوشیار شدی؟ میرویم. پروکورور گفت که پرسید و جوابش دید. رفتم دستور پروکورور رو بوسه میکنم. رفتیم. دادرم خیری با من نگاه کن. جوانی خوب هستی. اگر گفتم رو کنی عالم گلستان. فهمیدی؟ راه گرد. برادر چرا شراب می نوشی؟ حالت بین؟ زن و فرزند نداری؟ ندارم. دلم به تو می سوزد. دیگر ننوش، حیف می شوی. فهمیدی؟ رو اکنون. خیر مایلش. آماده ای خبرکش؟ به محکمه می رویم. دستت رو. شب خوب خوابیدی؟ باید عادت کنی، چون که کمش 20 سال در همین جا خواهی ماند. سردارم ببخشید مرا، من خودم همه این نوبکانون رو نیست میکنم. دروغ نگوی. تو کی رو فریب میدهی ها؟ مرده جواب میگویی و با زندانی هم میشوی. راه گرد. نوبکار نیست کن. این کار حل شد. او را کشی هم گپ نمیزند. کلیکسیز کاری خوب کرده. آقای کبوتر مرا بیهوده کلیکسیز نگفتند.
لباس پلیسی خواستی مرحمت گیر. مرافعات تمام شود کاری آقای فروخ که انجام یافت مسئله خیری حتما دیده می شود. او خیری و دریا خدا دفتیدی. خداوند میداند که از کی کمک طلب میکنی. سردارم حاضر اینجا یکدیگر را گناهکار میکنند. آغوشگیری و محبتشان روزهای جشن و سورشان با آخر رسید. عاقبتش همین. من از آن غمگینم که با تشکیلات ما سخنهای ناجا خواهم بود. بیا سردارم دیر میکنیم برایم از اینجا. پشترا اکنون رویت سیاه شد. تا شب کار را باید به اتمام رسانیم. همه تیار است؟ بله آقای کمال. ساعتهای 5 میبراید. احتمال است که راهب هم با او همراه می شود. خبر رسید که واخوری تعیین کرده. در همین جا راهشان را میبریم. یک ماده ترکنده در راه بانکر میگذاریم. اگر مانعی دوچار شود ما میتوانیم از دور ترکانیمش. کمال کمبودی هم نشود میترکنیم. اینقدر تیاری دیدیم. تا درست میگویی. اینقدر ماده ترکنده را گرفته گشتن در بی سر است. سنگ میبردیم که دستمو درد میکند. شرحی میدادید؟ قرار دادگاه عالی برایتان قرائت میکنه. تشکر به همه. تشکر. ما آماده ایم. حالا وقتمان زیاد است. از اینجا که بر آمدن تعقیبشان میکنیم. فاروق خردق در آدمکشی و تشکیل کردن گروهی تندرو ایبدار دانسته میشوی. جناب، زیر ایمایم قربانی تهمت و عملی غرضناک شده است. خودش همین را انکار میکند و طلب میکند که عاجلا او را آزاد کنیم. شاهد خیری کرتاغلو را به تالار بیاره. خیری کرتاغلو. شاهد خیری قرطاغلو در شعبه ضمن پرسش گفته ای که فاروق خردق هر دو پلیس را به قتل رسانده است و خود را چون شاهد میدانی؟ بله محترم سودیا. شاهدیت را در همین جا تکرار میکنی. شاهدی میکنی که این دو پلیس از جانب فاروق خردق کشته شدند. پسرم زبانت را فرو بردی. تماشابینان محترم، مرافعه آغاز شده است. همه بی‌صبرانه عاقبت آن را انتظاریم. می‌بینیم که حکم چی قرار میبرد. چه خیلی که به ما معلوم است. کنی بینیم خیری بچه خوب میشود. خودش میداند. اگر در سود گپ زند عبرت عالم میشود. قتلش کنید. سردار شما پروا نکنید، همش تیار است. سردارم وی اقرار نمی شود. شیطان میگوید که در همین جا بوغیش کن. تو هم برای شیطان نرو، صبر کن. سرم گپ میزنی. جنایت را فاروق خردق صادر کرد. نه محترم سودیا. جنایتکار حاضر در اینجا نیست. چی؟ خیری بیناموس باز کارش را کرد. رانو
خیری این کار کرد نام فاروق رو نگفت. چی؟ راست میگویی؟ بله. فهمیدم. تو انتظار شو. تماما احمق بوده است. آماده شوید، پخش زنده میکنیم. تمام؟ تیارید؟ 4 3 2 1. تماشابینان محترم، واقعه غیر چشمدوست روی داد. خیری کرداغلو از شاهدی که در شعبه امنیت نسبت جنایت فاروق حالا همین قدر خیلی موفق شده. سردار آقای فاروق را نشان داد. کلیسیز را روان کردیم. نزد خیری رفت و حل کرد. خیلی خوب. سردارم چرا در همانجا نکشتمش؟ آخر رفیق سودیا در اول همش رو اعتراف کرد. آشکارا نقل کرد. دلیلی ثبتی داریم. سردارم این درویه رو بینید. خاموش آرام باشید. تو در اول گفتی که فاروق کردخ کرده است. آنها بیانات رو زیر ضرب شکنجه گرفتن، تهدید کردن، میکشیمت گفتن. ای درویه چرا دروغ میگویی؟ خاموش است. به مرافعه خلل میرسانی. پس جنایت را کی صادر کرده است؟ کلش کمال گفتن یک شخص. از سبب فشار آوردن نام فاروق را گرفتم. لیکن محترم سودیا حقیقت همین است. اگر او را دستگیر کنید حقیقت رو میبراید. خدایا خداوندا سر این خیری در جایش یعنی معلوم می شود که نفر این رو دیده است. را به این نوبت گرفته در حضور محکمه قرار. ای کلش، دورانی تو فرا رسید. بگذار همه دانند که به من زورشان نمیرسد. از جایتان خیزید. پرونده و سخنهای شاهد به این نوبت گرفته فاروق کردخ آزاد کرده شود. دعواهای جانبها و این چنین سخنهای خیری کرتاغلو تحت سنجش قرار گرفته قرار قبول کرده می شود که خیری کرتاغلو از تفتیشاتهای علاوگی و بازپرسی آزاد کرده شود. محکمه به پایان رسید. در جایتان شنید. محترم سودیا هر دو را سفید کردید. خونبهای آن دو شهید را کی میدهد؟ جواب آنها را شما از کی میپرسید؟ من قانون را رعایت میکنم. قرار به دلیل نمیدهم. شما هم با دلیل های مشخص بیایید. محکمه با احساسات بهاگذاری نمیشود. دیوانه میشوم سردارم، به خدا دیوانه میشوم. از آنه که من چنین جنایتکاران را در آزادی میبینم بهتر است که خود را از بالای مناره سرازیر پرتایم. یکی چی شد؟ چرا این طور شد؟ چی میشد؟ همون قصه کهنه. این سوالات رو به سردارم ده مفصل جواب میگوید. ایستو جوره جان ایستو. در یک جا ایستاده ریشه درماندیم. یک نه دو نه 5. ایستو سروسیما نشو. رفته کلش رو دستگیر میکنیم. باز همان کارها. شما رفتن گیرید. اگر گویند که مدیری امنیت نشوی هیچگاه راضی نمیشوم. سردارم لجام یگید باز کشاده شد. از من کشاده نشد مگر؟ بیا نباشد وقت را گم نکرده کلش را دستگیر کنیم. پروا نکنید انگشته، همه اش حل می شود. شما طرح نقشه های آینده را کشید. می رویم وقتی رفتن شد. آماده ما می رویم. پلیس کلش کمال با کشتن دو پلیس گناهکار دانسته میشه. کشتاری کدام پلیس ها را میگویید؟ در اینجا اشتباهی رفته است. این را ما میدانیم اما وقتی بس کردن نداریم. با ماشین سوار شد. بچه ها من تا شبه پلیس میروم و برمیگردم. انتظار شوید. آقای فاروق یگان شرح میدادید؟ جناب فاروق مبارک شود. تشکر کبوتر. نو انگشته ما را انتظار است. رفته سر و لباسم را عوض کنم. در شعبه یک شب ایستادم. اکنون 40 روز شویم که بویش از بدنم رفت. مرحمت.
قاتل رزیل. تیمور از دستی تو مرد. تیمور از دستی تو مرد. گیره دیزنی دیوانه رو از پیش نظرم. با دستم میافتی. من قصدم رو میگیرم. بیچاره خیری، هوا که تاریک شد نزدت می آیم. خیری خوب شد که سودی آزادت کرد. اکنون تو سیدی منی. خیری حکم تو را من بر وقت برآورده بودم. گیرید بچه ها. رحمت باش شود. رحمت سلامت باشید. رحمت گیر اینش برای خیری. این نامی همین ابله رو نگیر. اشتیهایم میگیرزد. گیر این وظیفت است. بابای خواهی چیکار داری؟ آخر با یک شیطانی ابله هست. آقای فروغ دیدید من گفتتون رو اجرا کردم. من رو از اینجا نجات میدیدن؟ البته خیری این خوبیت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. میگویم که به خارج روم زیرا در اینجا دیگر به من راحت نیست. یگان ذره پروا نکن. حاضر کاری تو رو حل میکنم. مایلش من با زنگ میزنم. ما خوراک گیر. تون نیست آخیر؟ من تون نمیخورم. تون باشد برده ایوز کنید. ای احمق تو ما رو دیوانه کردنی. تند است تیز است به من چی؟ خوردن گیر. مایلش همین رو میخورم. جرأت ندارید ها؟ احمقی ابله این آدم هم نبوده است. خیری نامی مرا به شما گفت و شما باور کردید. ما باور نکردیم اما مجبوریم. اگر حقیقت را به ما گویی جزای کمتر میدهند. آقای پروکورور شما بیگناهی مرا میدانید. به این هم با بیانات خیری 10 سال میشینی. این معلوم است فرخ برای نجاتش مرا فروخت. کجا شد؟ اون قسم خوری ها وعده میدادید. همین است دعوای مقدستان. ممدو دعوای اینها تنها پول مال است. از کوپر رو که گذرن نه خرس میماند و نه عمک. مادامی که گپ نمیزنی عاقبتش رو خودت میدونی. جناب رو به نظارت خانه برید. فرخ نقشه سوی قصد دارد. اکی و کی؟ این هدف است که نه تنها ترکیه بلکه جهان را با پا میخیزاند. گوش کن. یا حاضر گپ میزنی یا ممدو کمی وزین شو. جوانی تو این چیزها را نمیفهمی.
تو را در بینمان دیدن خیلی گواراست. سردار کار زیادی داریم. میدانید که کار سرکرده ام را تمام کردن میخواهم. کجا رسیده بودیم؟ دستگیر شدن تو نقشه‌مان را خللدار کرد. برای همین کار را با کلش کمال سپاریدم. اکنون او در درون است و تو در بیرون. کار باز در اختیار توست. بچه‌ها با شما برای کار. شب بخیر. شما رفتن گیرید نوبتداری را ما قبول کردیم. شکر خدا. در نزد در این خواهان ایستادن خیلی مشکل است. رفتیم بچه‌ها. شب بخیر بچه‌ها. تو پگاه. شب بخیر. وظیفت را اجرا کردی. اکنون با تو جواب. ای وای خوین است. کشتن در کور وای رو. تو هم آدم شدی. کنی دفع شو از اینجا. چی گپ؟ اینها کی باشند؟ من اینها رو نمیشناسم. دادر خودش چی گپ؟ نوبت رو عوض میکنیم. یگان گپی مهم نیست. تو خاطر نشو. کنی یک کس پیش من آید؟ باید از مغازه یک چیز خرم. مایلش من میخوام. حاضر میآیم. مرحمت چی لازم است؟ سیگارم تمام شد. کمی پول میدهم. در اومدن آبی جو هم گیر. نباشد وقت نمیگذارد. یک جای رویم چی؟ نه من نمیروم. تو پلیس نیستی. تو همون مستی که دیشب آورده بودند. خود خودش یافتی. باز چی باشد؟ اینها چی نیت دارند؟ پروا نکن. ما را آقای فاروق روان کرد. برای گریزانیدن تو آمدیم. حالا همین خیلگوی؟ خوب بیا رفتیم؟ چی میگوید سردارم؟ راست میگفته باشد. اگر راست گوید پس کی بودنش رو باید یابیم. سردارم با فکرتون کی باشد؟ حالا یکم فکر ندارم، اما یک علاج کرده به گپ می دروریم. شب دراز است. امشب شب هر دویمان می شود خیری. شب من و تو. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز تومن، عاطف قادر، ناظم مهدیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمن موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.